الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران مبحدم، امروز می خواهم به شما دو معلومات بزرگ را و خیلی هم مهم را در باب زکات فطر رسانم. زیرا الحمدلله رب العالمین که ما در دهه اخیر ماه مبارک رمضان قرار داریم و روزهای نزدیک ان شاء الله عید می شود و معلوم است و مشهور است که زکات فطر باید پیش از نماز عید داده شود. و حالا به شما بیان میکنیم که آیا زکات فطر را انسان میتواند که از مبلغ بدهد؟ سؤال اول. و سؤال دوم و مسئله دوم، کدام وقت زکات فطر را دادنش موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و موافق فعل صحابگان رضی الله عنهم است؟ اولا باید بدانید که زکات فطر را الله سبحانه و تعالی فرض کرده است، زیرا که رسول الله فرض کردند. وقتی که رسول الله یک چیزی را فرض کردند، این دلالت میکند که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این از جانب الله بود، این شریعت است. ببینید به حدیث صحیح که جماعت تمام محدثین در کتابهایشان روایت میکنند، حدیث صحیح است، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی و غیره، از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگویند که زکات فطر را در رمضان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرض قرار دادند و همین زکات فطر یک صاع از تمر یا که یک صاع از شعیر داده می شود و همین زکات را هم آدمی که آزاد هست یا آدمی که غلام هست یا انسانی که مرد است یا زن است یا خرد است یا بزرگ است از مسلمان ها دادنشون فرض است. معنای حدیث اگر به عباره دیگر کمی فهم و ترجمه، زکات فطر این فرض است هم به انسانی که آزاد است یا غلام است، غلامداری در زمان قدیم بود، یا فقیر است یا که بای هست، یا که مرد است یا که زن است، یا که کوچک است یا که بزرگ است، مسلمان باشد به او دادن زکات فطر فرض است. کی فرض کرده است؟ رسول الله فرض کردند. چی مقدار؟ یک صاع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صاع گفته یک مثل کوزه، یک فقیری کمی کوچک مایده هست که به درونش دو نیم کیلو زیادتر، 2 کیلو و 700 گرم تا 3 کیلو چیز میبرد. این رو صاع میگویند. بارک الله فیکم. و حالا فهمیدید که رسول الله به ما طعام را فرض کردند، زیرا گفتند شما خرما بدهید یا که جو بدهید. و در حدیث های دیگر آمده است که دیگر از نمود دانینه هم میتواند که بدهید، که در حدیث دیگر آمده است. پس امام احمد در مسندشون و بخاری رحمه الله در صحیحشون و ابو داود روایت میکنند در دوام حدیث که و کان ابن عمر یعطی التمر الا عاما واحدا اغوز التمر فاعطى الشعير. ابن عمر همیشه تمر میدادند. تمر یعنی خرمای خشک، شما همچون فینیک میشناسید، به زبان روسی فینیک یعنی تمر، خرمای خشکی که امروز از دولت‌های عربی میتونید خرید و در همه جا وجود دارد، امروز در همه دنیا وجود دارد. ابن عمر رضی الله عنه همیشه خرمای خشک میدادند و یک سال از سبب کم شدن خرمای خشک به عوضش چی دادند؟ جو دادند. و بخاری با در دوامش روایت میکنند که و کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین. این مقدارش میگند، یعنی بگیم کدام وقت دادن میگند. صحابگان رضی الله عنهم در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زکات فطر را
یک روز پیش از نماز عید یا که 2 روز پیش از نماز عید دادند. 1 روز پیش از نماز عید یا که 2 روز پیش از نماز عید می دادند. و اما نشانداد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این بود که روز عید بعد از نماز فجر پیش از نماز عید بدهید. این البته خوبتر است و افضل است. اما صحابگان در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که 1 روز 2 روز پیش از نماز عید زکات فطر را پرداختند، این سنتی صحابگان است که ما اقتدا میکنیم. امروز وقتی که شما میخواهید که زکات فطر رمضان را پردازید، میتوانید که 2 روز پیش از عید، 1 روز پیش از عید، یعنی روز 27 یا که روز 28 روز 29 عموما 1 روز 2 روز پیش از نماز عید می توانید که زکات فطر رو پرداخت کنید. و یا که در همون روز عید بعد از نماز فجر پیش از رفتن به نماز عید پرداخت کنید. البته شما خودتون حالت خود را می دانید که فقیر را دریافت کرده می توانید. جایی که شما زندگی میکنید آیا بعد از نماز فجر شما به یگان فقیر مسلمان زکات فطر رو داده می توانید یا نمی توانید؟ اگر البته نتوانید 1 روز 2 روز پیش این مسئله رو باید حل بکنید. و همین از سنتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که قولا گفتند و فعلا صحابگان و خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انجام دادند. پس به شما معلوم گشت با این حدیث صحیح که ما مبلغ داده نمی توانیم، زکات فطر را مبلغ پرداخت کرده نمی توانیم، زیرا که زکات فطر را خودی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعام فرض کردند به امر الله، به وحی الله، و انامین است که باید انجام داده شود. این توقیفی هست. و این چنین زکات فطر را بعضی ها 20 روز پیش از روز عید، بعضی ها 10 روز و 15 روز پیش از روز عید میدن. این هم موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و موافق سنت صحابگان رضی الله عنهم نیست، بلکه شما 2 روز پیش از عید بسیارتر، یا که 1 روز پیش، یا که در روز عید پیش از نماز عید میدید. اما اگر پیش از نماز عید شما زکات فطر را داده نتوانید، دانید که شما حتما میدهید بعد از نماز عید هم، لیکن این زکات فطر حساب نمیشود، این صدقه حساب میشود. و حدیث دیگر از ابی سعید رضی الله عنه روایت شده است که میگویند كنا نخرج زکات الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب. امام بخاری و مسلم روایت میکنند. ابو سعید الخدری رضی الله عنه میگویند که ما زکات فطر را میدادیم، پرداخت میکردیم 1 سو از طعام یعنی عمومی چیزی که خورده میشود، 1 سو تقریبا 2.5 کیلو، 3 کیلو، یا که 1 سو از شعیر 3 کیلو از جو، یا که 1 سو از تمر 3 کیلو از خرما، یا که 1 سو از دانگی هر چیزی که دانه باشد، لوبیا مثلا، یا که نخود، یا که دیگر از چیزهای دانگی، مثلا حتی علما میگن برنج، چلی که روایت دیگر اومده است برنج البته به شعیر قیاس کرده میشود و روایت هم اومده است، یا که 1 سو از مویز میدادند، صحابگان میدادند، یعنی 3 کیلو 1 سو از سری 1 نفر است. مثلا شما در خانه 5 نفر باشید 15 کیلو میتوانید شما، البته برای شما فرض است که پرداخت کنید، میتوانید که 1 نمود یا میتوانید که چند نمود بگیرید. البته شما ببینید نرخ این چیزها کدومش قیمت سخت است و کدومش ارزان سخت است، وسط رو میگیرید و میدهید. و از این روایت هم فهمیده می شود که باری دیگر تأکید می شود که مبلغ پرداختن جایز نیست و مذهب ابو حنیفه که مبلغ میگن ضعیف است. و البته که خود ابو حنیفه میگن که زمانی که حدیث صحیح شد به حدیث صحیح بازگردید و ما البته دینمون از قرآن و سنت گرفته می شود و با فعل و فهم صحابگان که میبینیم که باید ما طعام پرداخت بکنیم، یعنی دانینه پرداخت بکنیم، چیزی که در حدیث آمده است. و در روایت دیگر آمده است که كنا نخرج زکات الفطر اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط فلم يزل فلم بارك الله فيكم فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة
فقال اینی لارى مدینه من سفراء شام بعد صال، یعنی حدیث دراز است. این هم یک بار دیگر به ما میفهماند که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان طعام میدادند. زکات فطر را 1 سو از طعام، 1 سو از خرما، یا که از جو، یا که از بگویم بارک الله فیکم از تمر، یا که از مویز، یا که از دونینه، یگون چیزهای دیگر. و این همیشه در بین صحابگان همچنین بود. بارک الله فیکم. پس این روایت رو هم جماعت، تمام محدثین، تمام در کتاب‌های حدیث یعنی وارد است. بخاری، مسلم، کتب سته و غیره، مسند احمد. امام بخاری لیکن سخنی یک از زیادتی که در این حدیث اومده است روایت نکردن، لیکن عموما این حدیث ثابت است. و از نسائی روایت است که نسائی در سننشون از ابی سعید الخدری روایت میکنه که قال فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقه الفطر صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من عقط وهو حجه في ان العقط اضل. این هم دلالت میکند که باید پرداخت کرده شود از دانینه و طعام. و حدیثی دیگر دارقطنی است از ابن عینه و اجلان و غیره روایت شده است از ابی سعید الخدری رضی الله عنه. و از ابن عمر باز روایت دیگر است. لیکن در مسئله وقتی کی بیرون کردنش یک روایت از امام بخاری رو گفتیم، بار دیگر یک روایت رو از ابن عمر روایت میکنیم که ابن ماجه در سننشون روایت میکنه که ان ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر بزکات الفطر ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگن که همان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کردند که زکات فطر پرداخت کرده شود پیش از خارج شدن به نماز عید. و این رو هم تمامی محدثین در کتاب‌هایشون روایت میکنند بجز ابن ماجه. بارک الله فیکم. چرا زکات فطر داده می شود؟ مقصد از دادن پرداخت کردن زکات فطر چیست؟ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که میگویند فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زکات فطر را فرض کردند به خاطر پاک شدن روزدار از اون کمبودی که در روزداریش کرده بود، از لغو و بیهوده و رفث و گناهایی که در روزداریش کرده بود، برای روزه اش را باز روزه داشتهش را کامل تر کردن و مکمل کردن و کمبودی هاش را برطرف کردن، این زکات فطر پرداخته می شود. و مقصد دوم این است که طعمتا للمساکین، یک طعمه و یک لقمه و یک طعام برای مسکین ها است. و بدونید که میگن که فمن اداها قبل الصلاه فهي زکات مقبوله. هر کسی که پیش از نماز عید این زکات فطر را پرداخت بکند این زکاتش قبول است و البته اجری زیاده میگیرد و ان شاء الله سبحانه و تعالی این کمبودی که در روزداریش بود برطرف می شود. و من اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. هر کسی که پیش از نماز عید پرداخت کردن نمیتواند زکات فطر را بعد از نماز عید پرداخت میکند، این صدقه از صدقات است، همچون صدقه ثواب دارد اما همچون زکات فطر قبول نیست. که این روایت رو ابو داود در سننشون و ابن ماجه در سننشون روایت میکنه. بارک الله فیکم. پس غیر از این روایت های دیگر وجود دارد. شما از این روایت های حدیث هایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است در بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجه، احمد و غیره فهمیدید که ما باید حتما پیروی به گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم، به فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم و به فعل صحابگان و به گفت صحابگان کنیم. همه اجماع کردند که باید طعام داده شود، نه مبلغ. بعضی ها امروز میگویند که پرداخت کردن مبلغ این افضلتر است به جای طعام و این برای فقیر پرداخت کردن زکات فطر به مبلغ این برای فقیر خوبتر است. البته اعوذ بالله سخنشون مخالف شریعت است. به همین سخنشون یک گناه بزرگ بگویم یا سخنی قبیح را گفتند. اولا این است که آنها وقتی که گفتند که مبلغ پرداخت کردن این برای فقیر خوب است، طعنه به الله زدند. گویا که الله نفهمید که برای فقیرها کدام عمل خوب است، مبلغ خوب است
مقدار همون پول زکات فطر، یا که طعام خوب است. الله طعام را خوب گفت، رسول الله طعام را خوب گفتند صلی الله علیه و سلم. پس کسی بیاید بگوید که طعام خوب نیست، مبلغ خوب است، این مخالف امر الله و به الله طعنه زده شده است. اعوذ بالله. و دوما صریحا مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کرده شده است که الله برحذر داشتش من شما رو و میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبهم فتنه و یصیبهم عذاب الیم. احتیاط باشید، برحذر باشید، مخالفت سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل نکنید که شما به سبب همون مخالف کردن سنت به فتنه در این دنیا گرفتار میشوید و در آخرت به عذاب جهنم گرفتار میشوید. به خاطر چی؟ به خاطر مخالف کردن به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و بعد از اینکه مسئله رو فهمیدید، مسئله دیگر این است که کدام وقت پرداخت کرده می شود؟ 2 روز پیش از نماز عید، یا 1 روز پیش از نماز عید، یا که بعد از نماز فجر روز عید پیش از نماز عید. اما 10 روز، 15 روز، 20 روز پیش پرداخت کردن این از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، این از هدی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست و این از فعل صحابگان رضی الله عنهم نیست. چه که در حدیث اومد 2 روز پیش، یا که 1 روز پیش، یا که بعد از نماز فجر پرداخت میکردند، چه که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردند. از حدیث ابن عباس و ابن عمر مفهمید. بارک الله فیکم. و مسئله دیگر، مقدار این طعامی که میدهید البته نه از چیز ارزان باشد، نه از چیز قیمت وسط بگیرید، از مبینش بگیرید و از این دونگی ها 3 کیلو بدهید، 2 کیلو 700 گرم، 3 کیلو، بهترش 3 کیلوگی به هر یک نفر بدهید. البته این بهترین است و همه میدهد، هم کودکی که روزه داشت، هم کودکی که روزه نداشت. البته بگویم بعضی کودک ها، بگویم کودک یا به سن تمیز رسیده ها روزه میدارد، 7 ساله 8 ساله، یا که کسایی که کودکای کوچک هستند روزه نمیدارن، کوچک هستند، برای اونها فرض نیست. از همین کودکی که میده هست از اونم داده میشود. بارک الله فیکم. هم از زن هم از مرد، از همه از خانواده مسلمان پرداخت کرده میشود. و بعد از این باقی میماند که مفتی تاجیکستان فتوا برآورده است که مسلمان های تاجیکستان شما زکات فطر را پرداخت بکنید به یک شات معین، به یک صندوق معین برای حکومت، برای کمک کردن حکومت در پیشگیری کرونا ویروس. آیا این جایز است که ما زکات فطر را برای پیشگیری کرونا ویروس در یعنی تاجیکستان پرداخت بکنیم؟ البته جایز نیست. البته این فتوای مفتی تاجیکستان فتوای باز یکی از فتواهای طرفگیری حکومت طاغوتی و طاغوت پرستی است، بلکه زکات فطر این حقی فقیرها است. شما زکات فطر را باید به مسکین فقیر پرداخت بکنید، حتما باید به مسکین به فقیر به دستش رسونید. بارک الله فیکم و حیاکم.